ناگفته‌ها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. با آنکه نزدیک به 30 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم اما و اگرهای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بحث داغ میان مقام‌های این کشور است. در تازه ترین مورد هم شماری از رسانه‌های آمریکایی ادعا کردند که قرار است جن ساکی سخنگوی پیشین کاخ سفید در ماه جاری میلادی در کنگره از بهر کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در انفجار میدان هوایی کابل در 15 آگوست 2021 شهادت دهد. جن ساکی سخنگوی پیشین بایدن این ماه برای بیان موارد در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به خاطر خروج ارتش آمریکا از افغانستان اشتراک خواهد کرد. این میتواند حاوی اطلاعات مخرب سیاسی در مورد عقب نشینی باشد که شامل کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در یک بمبگذاری در فرودگاه کابل می شود. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شریکان سازمان نظامی ناتویشان که 20 سال در کشور ما حضور داشتند و میگفتند که بر ضد تروریسم می جنگند و در افغانستان میخواهند دموکراسی را پیاده نمایند. برعکس با طالبا که آنها تروریسم میگفتند، بعد از 20 سال با آنها در دوحه نشستند، مذاکرات نمودند. این رسانه ها افزودند که خانم ساکی گفته است که اطلاعات نزد وی میتواند خروج سربازان آن کشور را از افغانستان زیر پرسش ببرد. جان صدها نفر افغان را گرفت و چندین نفر ساکن امریکایی هم در این حادثه کشته شدند. اما در اون وقت زمان واقعا اینا منسوب کردند و داعش، ولی چیز دیگه که بسیار متأثر کننده بود، به تعقیب از حادثه اینا یک خانه را توسط لیبی بمبارد کردند که در اونجا اطفال، زنها و دو مرد شهید شدند. این گفته ها در حال مطرح می شود که مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است گزارشی را درباره خروج نیروهای آن کشور از افغانستان به کنگره ارائه کند.